السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته به کل مردم مسلمان. سوالی شده است که آیا در تویهای خود حافظی کردن جایز است یا اینکه ناجایز است؟ وای بر انسانی که در تویش حافظی میکند. باور کنین برادران عزیز، این غضب خدا را چنان میخیزاند که غضبش تا اندازه میرسد که همون خانواده را همون جای توی میگه به زمین فرو کشد. چرا نمیکند؟ برای آنی که همون کودکانی که در آنجا رقص بازی و خرسندی میکند، تنها به همون سبب خداوند آن توی خانه را به زمین فرو نمیکشد. والله قسم ما و شما گناه خودمون را در نزد خداوند جواب گفتن نمیتوانیم. میگه همون گناهی که طاقت سوختنش داشته باشید. امروز ها ما و شما توی میکنیم، وقتی مردم بیهوده در اون حافظی های خود میگیریم. یک مینوتی حساب کن، یک مینوت چه جواب گفتن نمیتوانیم. حساب کن که در آن توی تو چقدر جوان ها، چقدر انسان ها اشتراک کردند. وقتی همه آنها را از یاد خدا دور میکنیم، والله قسم خداوند روز قیامت در پسترین دوزخ ما و شما را میپرتاید. یک دقیقه اگر وقت مردم ما و شما بیهوده گذرانیم، والله قسم روز قیامت در پسترین دوزخ میرویم. حساب کنید که در اون توی چقدر جوان ها هستند. وقتی آنها را ساعت ها میگیریم، دیده ایستاده ایم امروز ها مردم توی میکنند، نماز پیشین شده است یا اینکه عصر شده است، عزیز نماز اذان داده ایستادند، در اونجا حافظی گم کرده ایستاده است. همون انسان هایی که در همون توی اشتراک کردن، باوری دارم والله قسم 90% همون نمازش نمیخواند. پیشین باشد پیشینش نمیخواند، عصر باشد عصرش نمیخواند. اگر که بخواندن والله قسم اون نماز تو نماز نمیشود. از حرام در این حلال در آمده ایستاده ای. در سبت گذشته گفتیم که اگر در دست ما یک کاسه آب باشد، در درونش یک قطره عرق چکانیم و آب تازه ما حرام می شود. انا همین نماز میخوانی، باز رفته موسیقی و رقص و بازی و دنبال گوش میکنی و در اونجا اشتراک میکنی، و نماز تو نماز نمی شود. تو به دین خدا اوصال کرده ایستاده ای. وای بر حال ما و شما، وای بر حال ما. اما مسلمان هستیم، برای ما و شما چه لازم است او گرس و گرس. این دنیا گذرانه برادری جان. بگذار که تو سومداری بیسروم هستی، کسی باشی نباشی. نکن ارتیستی. در تویهای خود حافظی نکنی. بدانی که غضب خدا و ملائکه ها و چیزی که خدا آفریده است در طور آن همون خاندان است. دیده ایستاده این بسیاری ها در تویهای خود ارتیستی ها میکنند. نمیدونی که اونها چی میخوانند، در اونجا رقص و گرس. باور کنین بعضی همین توی ها رو در اینترنت ها نشر کردن، نظر میکنیم یک شرمندگی است. جوان ها در برآمده با رقاصه ها میرقصند، از خدا نمیترسند. مردی که والله قسم در توی با یک رقاصه رقص میکند، فراموش مکن که آن رقاصه آتش از دوزخ است، تو را خواهد سوزاند. تو را خواهد سوزاند. مردی که رقص میکند اون نامرد است. سخنی من نیست، سخن حضرت عمر رضی الله عنه است. برای مرد رقص نمیزیبد. مردی که رقص میکند میجاز زن میشینه در او. عیب است، عیب، شرم آوری است. وقتی که نمیدونیم، وقتی شنیدیم، بلکه به همین راه ها نرویم. باور کنین دوستانم، همگیتون رو دوست میدارم به خاطر الله. چون که خدا خود میگه یا بنده من به خاطر من دوست داشتی، روز قیامت اجازت میتیم که همدیگر تا شفاعت کنید. شاید که شما جنت روین و اون طرف دوزخ گویی که همون برادر یک سخنش شنیدم، همون برادر من دوست میدارم، خدای همون نجاتی. به سبب شما ما نجات مییابیم انشاءالله. شاید که ما خاکی گرد پای شما نشویم. ما خود هیچ کس نیستیم. هرچی میکنیم به خاطر وطن و به خاطر الله است. وطن را دوست می‌داریم.
آنی که آباد است و آزاد است. این صحبت کردن ما هم یک آبادی را نشان می‌دهد. الحمدلله. موضوع را دیگرگون میکنیم که درباره ارتیستی بود. بازم میگویم در توی‌های خود ارتیستی نکنیم، حافظها را نیاریم. روز قیامت ارتیست ها با سگ مبدل میگردند، در آتش دوزخ سوخته و مثل سگ بحث کردن میگیرند. ملائکه های دوزخ میگن ای جوان، در دنیا میلقیدی، خرسند بودی، زینا میکردی، میخندیدی، کجا شد او معیشت و کیف و صفایت؟ کجا شد؟ چرا را در دنیا فکر نکردی؟ اکنون داد و فریاد میزنی، دیگر سودی ندارد. ملائکه های دوزخ چنان دهشتناکی هستند که از دیدنش پوست بدن انسان از بدنش جدا می شود. خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت کند و در حق دوستتان صدای امید با دعا باشیم و انشاءالله که حرکت میکنیم نوارهای خوب براتان پیشنهاد کنیم. جای خطا کرده باشیم خداوند ما را ببخشد. در حق ما با دعا باشیم. فی امان الله.